أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران و دوستداران آموزش صرف، آموزش نحو، الحمدلله که ما و شما از کتاب متن الآجرومیه از علم نحو 17 درس گرفتیم و حالا درس 18 را برای شما برادران و دوستان پیشکش خواهم گردانید. و درس امروزه ما و شما درباره معرفه و نکیره می باشد. معرفه چی است و نکیره چی است و کدام چیزها را معرفه و کدام صفتها را ندیدیم اون را نکیره می گوییم. در این درس انشاءالله در این باب صحبت میکنیم. اما پیش از اونه که در این باب صحبت بکنیم، اول درس های گذشته را چطوره که همچون عادت چند درس است که تکرار میکنیم برای در ذهنتون خوب ماندن. گفتیم که در 10 جا فعل مضارع منصوب می شود، در 18 جا فعل مضارع مرفوع مجزوم می شود، در 18 جا مجزوم می شود. در غیر این 28 جا فعل مضارع چی است؟ مرفوع است. و فعل ماضی و فعل امر اینها مبنی هستند، اینها تغییر نیابنده، یعنی معرب نیستند. ما حالا فقط درباره معربات گپ میزنیم که تغییر یابنده ها هستند. اکنون فعل خلاص کرده میگذاریم در اسم. از اسم ها ما و شما فقط مرفوع را گرفتیم، رفع را گرفتیم که اسم در 7 جا مرفوع می شود. یکم اسم فاعل، یکم فاعل، دوم نائب فاعل، سیوم مبتدا، چهارم خبر، پنجم اسمی کانه، هفتم خبر این نه، معذرت میخوام ششم خبر این نه. انا همین 6 جاده اسم چی میشود؟ مرفوع میشود. و هفتمش چی است؟ هفتم رو گفتیم توابع نام دارد. توابع 4 تا می باشد. اون 4 تا یکم نعت است، دوم توکید، سوم عطف، چهارم بدل. این 4 تا می باشد. اکنون از این 4 تا فقط یک تاش رو گرفتیم، نعت را، صفت را گرفتیم که نعت منعوت پیروی میکند. در از 10 چیز در 4 چیز پیروی میکند که درس گذشته اینها را گفتیم. اگر که نعت حقیقی باشد از 10 چیز در 4 چیز منعوت پیروی میکند. اگر نعت سببی باشد منعوت را در 2 چیز پیروی میکند و در 2 چیز دیگر فاعلش را پیروی میکند که این درس گذشته با تفصیل گرفته بودیم. اما که امروز ما درباره معرفه میخونیم. معرفه یعنی چی؟ اولا اسم ها به 2 قسم تقسیم می شود، معرفه می شود و نکیره می شود. معرفه یعنی چی؟ معرفه یعنی شیء معین، یک چیزی معین. چیزی معین رو چی میگن؟ معرفه. مثلا یک چیزی به یک چیزی معین دلالت بکند او را به زبان عربی میگن معرفه، اسم معرفه. اکنون میگه که والمعرفه 5 اشیاء. معرفه میگه همگی 5 چیز میباشد. معرفه همگی 5 چیز میباشد. اکنون این 5 چیز چی است؟ یک تا یک تا دقت کنید، این را از یاد کنید. یکم الاسم المضمر، اسم مضمر هست. میتونید در جای همین اسم مضمر یک کلمه بنویسید. یکم ضمیر هست. ضمیر به تاجیکی یعنی جاینشین. یکمین چیزی معرفه چی است؟ ضمیر هست. ضمیر یعنی چی؟ یعنی جاینشین. جاینشین یعنی چی؟ جاینشین یعنی که مثلا برای شما من میگم من، یا میگم شما، یا میگم تو، یا میگم وی. انمی کلمه ها به زبان تاجیکی میشه جاینشین. پس در زبان عربی انا همین ها را میگن ضمیر. اکنون اینها 12 تا میباشند. همین ضمیرها 12 تا هستند. مانندی مثلا انا نحن، اینها برای متکلم و متکلم مع الغیر است که در صرف این را متکلم مع الغیر را خوانده بودیم، یا برای حکایت نفس میگفت این را خواندگی هستیم. انا و نحن، انا من یک است، نحن ما بسیاری. اکنون این برای متکلم بود. ما باز ضمیرهایی داریم برای مخاطب است، کسی که در روپرومان هست. مثلا میگیم که انت، تو یک مرد، انتما شما 2 مرد، انتم شما همه مردها. خب نگذاریم به زنانه. اگر تو زن باشه چی میگیم؟ انتی تو زن، انتما تو شما 2 زن. ببین انتما مردانه و زنانه هر دوش یک است. انتما میشود 2 مرد، باز میشود 2 زن، هر دوش یک خیل است. و انتن و شما همه زن ها چند تا شید؟ 5 تا. برای انتما 2 تا یک خیله کسی یک تا حساب میکنیم.
میشه 5 تا. قطعی این 2 تای متکلم چند تا شد؟ 7 تا. 5 تا دیگر مون. اون 5 تا دیگر چی هستای؟ اون 5 تا ضمیر غایب است. یعنی چی؟ یعنی هو هما، هو یک مرد، هما و ها 2 مرد، هم و ها همه مردها. اکنون زنانه اش رو میگیم. هیا و یک زن، هما و ها 2 زن، هن و ها همه زنها. ببینید اکنون هما در اینجا همچنین یک کشید، هما و ها 2 مرد یا هما و ها 2 زن. برای خاطر این را 5 تا حساب میکنین، یعنی 6 تا حسابش نمیکنین، برای 2 تاش یک است. میشه 5 تا. 5 تا قطعی 7 تا چند تا میشه؟ 12 تا. پس ضمیرها را دایتون بگیره که 12 تا است. اینها را ضمیرهای منفصله میگن، ضمیرهای جداگانه مرفوعش میگن. خب اینها را به تفصیل ان شاء الله باز در دیگر کتابو خواهیم خواند. اکنون یکمین چیزی معرفت چی بوده است؟ ضمیر بوده است. یا مثلا رنگ کتاب از که بگه که الاسم المضمر، یکمش اسم مضمر هست. خب دویمش چی است؟ یکمش ما دانستیم جاینشین ها همشون معرفه بدهند، اینها نکره نمیشوند، معرفه برای معین. وقتی من میگم من، یعنی من معین هستم. وقتی میگم شما، یعنی شما معین هستید. برای من خاطر اینها چی میشود؟ معرفه میشود. اکنون میگذاریم به قسم دویمش. دویم چیزی معرفه چی است؟ میگه والاسم العلم. دویم اسم علم هست. اسم علم یعنی برای یک چیزی معین گذاشتگی است که وقتی همون را میگیری میدونن مردم که همین فلان چیز است. به مثل چی؟ به مثل مثلا زید، مانند زیدون خودش ببین موردگی مثلا، یا مثلا نام هر یک کدام، مثلا محمد شریف. از هر کسی بگوی محمد شریف میدوند که کی است. اگر صوفیا را بگوی طلقه کف شده چه چیز میگن. اگر که برادر اهل سنت را بگوی خوب یک سخن خوب میگه. اگر بدبختی دیگرش بگوی، اگر مبتدیا را باز اونها یک چیز دیگر میگویند. با مثل همین نامهای هر کدامتون، مثلا احمد، محمود، خب زید، عمر، عمر، همه اینها چی هستند؟ علم هستند. اینها چی هستند؟ معرفه هستند، یعنی معین هستند. و مکه، ببین دو مثال آورده. دیمش مکه، مثلا مکه یا مصر یا قاهره، مثلا اینها چی هستند؟ معرفه هستند، معین هستند، یعنی جایهای معین. اینها را میگن چی؟ معرفه. اکنون معرفه را فهمیدیم، این علم رو فهمیدیم چی بوده است. نامهای آدما همه چی هستند؟ علم هستند. الف لام هم نداشته باشند اونها معرفه هستند. خب و سیوم والاسم المبهم. سیوم اسم چی هست؟ اسم مبهم. اسم مبهم به 2 قسم تقسیم می شود. اسم مبهم به 2 قسم تقسیم می شود. اسم مبهم است که اسم اشاره است و اسم مبهم است که اسم موصولش میگن. اکنون دقت کنید، اینها را از یاد میکنید. اسم اشاره خب چند تا می باشد؟ مانندی مثلا اسم اشاره مانند هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء. اینها چی هستند؟ اسم های اشاره هستند. اسم های اشاره. اینها را اسم چی میگن؟ مبهم میگن. اکنون در درس های آموزش زبان عربی از کتاب دروس اللغة العربیه لغیر ناطقین بها ما بعضی اینها را خواندگی هستیم. اسم های اشاره را برای قریب، برای بعید، مثناش را و اینها را همش را خوند، مثنا و مذکر و مؤنث و اینها را خواندگی هستیم. اکنون در اینجا باز یک معلومات ببینید، هر کسی که هم زبان عربی تیار کرده سای هم این درس خونده سای چقدر فایده بسیار به دست میارد. و اسم مبهم گفتیم به 2 قسم تقسیم می شود، اسم های اشاره و اسم های موصوله. اسم های اشاره همین چیزهای گفتگی مون بود. هذا این یک مرد، هذانی اینها 2 مرد و هؤلاء اینها همه مردها. پس زن باشد اگر میگیم هذه این 2 زن، هذانی اینها 2 زن، هؤلاء اینها همه مردها. این همگی چند تا می شود؟ 3 تا. هذا، هذه، هذانی یا هاتانی. هاتانی اینها 2 مرد، 2 زن. هذان اینها 2 مرد، هاتان اینها 2 زن. هؤلاء اینها همه مردها یا همه زنها. اینها برای همه هستند. اکنون دیدید اینها اسم اشاره بوده است. اکنون در اینجا اسم موصوله را نمیارد. اسم موصوله را شما خودتون بنویسید، زیرا که هم از اسم های مبهم و از معرفه است. اسم های موصوله به مثل الذی، التی، اللذان، اللتان، اینها اسم های چی می باشد؟ یا الذین، اولائی، اینها چی هستند؟ یا اللائی، اینها چی هستند؟ اسم های موصوله هستند. اینها را میگن اسم موصوله. پس الذی آن یک مرد، اللذانی آنها 2 مرد، الذین
آنها همه مردها. التی آن یک زن، اللتانی آنها دو زن، اللائی آنها همه زنها. پس اینها شد اسم های چی؟ موصوله. اسم های موصوله. پس مبهم رو فهمیدیم، به دو قسم تقسیم شده است، اسم اشاره و اسم موصوله. همگی اینها چند تا از گفتیم؟ اینها سه تاش رو گرفتیم از معرفه. از معرفه تا به حال ما و شما سه تاش رو گرفتیم که اینها چی می باشن؟ اینها معرفه می باشن. خب والاسم الذي فيه الالف واللام، اکنون چهارمش چی است؟ چهارمش اسمی که در اون الف و لام هست، الف و لام داره در اولش، مانندی الرجل. ببین وقتی که الرجل بگیم معناش چی است؟ معناش یعنی که مرد معین. الرجل الف لام که دارد این معرفه است، معین. الغلام یعنی که یک غلامی جوان پسر معین. جوان پسر چی؟ معین. ببینید اکنون همین الف لام شب بگیریم، اگر رجلون غلامون بگیم نکیره می شود، الف لام هم مونده مگر معرفه می شود. به مثل این هزارها مثال میتونه شما خودتون بیارید. مثلا کتاب، کتاب رو گفتید نکیره است، معین نیست، الف لام ندارد. الکتاب رو گفتید معرفه است. الدفتر رو گفتید معرفه است. القلم رو گفتید معرفه است. الشمس رو گفتید معرفه است. برای همین معرفه بودن در ترجمهش ما میگیم آن. الکتاب یعنی آن کتاب، الرجل یعنی آن مرد، الغلام یا آن جوان. ببین در اولش آن رو همراه میکنیم، یعنی که یک چیز معین. برای چی آن رو همراه میکنیم؟ برای دلالت کنیم به یک چیز معین. لیکن رجلون باشد مرد، یا به تاجیکی اگر ترجمهش کردیم میگیم مرده، یعنی یکی مرد از مردها. یا مثلا میگیم کتابون، کتابه، یعنی یک کتاب معین نیست. لیکن الکتاب گفتیم یعنی یک کتابی معین. این را میگن چی؟ چهارم چیزی که معرفه است، که این اسمی که در اولش ال داشته باشد، الف لام داشته باشد. و پنجمین چیزی که معرفه است و ما اضیف الی واحد من هذه الاربعه، و هر آن اسمی که اضافه بشود به یکی از همین چهار چیز، به ضمیر یا به علم یا به اسم مبهم یا به اسمی که در اون الف لام هست، به یک تای همین اگر اضافه شود او را میگن چی؟ او را میگن معرفه. همچنین اضافه شود یعنی که مضاف الیه شود. مثال میاریم تا اینکه واضح شود. مثلا میگوی که غلامی، یا مثلا غلامی، می یعنی انا، غلامی من. پس غلامی من اینجا در غلامی چی شد؟ معرفه شد. برای چی؟ برای غلام رو اضافه کردیم به ضمیر، با ضمیر اضافه که کردیم، برای همین خاطر این چی شد؟ معرفه شد. اگر غلام بگیم به الف لام نکیره است. غلامی در آخرش یا رب دو زمین غلامی من معرفه شد. این درباره ضمیر بود. اما علم باشد چی؟ مثلا میگیم غلام زیدین، یا مثلا کتاب زیدین، کتاب زید. ببین کتابون بگیم یعنی یک کتاب معین نیست، لیکن بگیم کتاب زیدین یعنی کتابی که از زید است، معین شد. این شد چی؟ معرفه. مثلا برای اسم مبهم میگیم کتاب هذا، کتاب این. ببین کتاب مضاف، هذا مضاف الیه. کتاب هذا، کتاب این یعنی مضاف الیه چی شد؟ معرفه شد. الف لام ندارد، معرفه شد. برای چی؟ به خاطر اینکه مضاف الیه شد. و چهارم اسمی که در اون الف لام باشد، مثلا الکتابو یا که القلمو، این چی شد؟ معرفه شد. یا که اضافه میکنیم به مثلا چیزی که الف لام دارد. مثلا میگیم که مثالش میگیم که کتاب الاستاذی، یعنی کتاب الاستاذی یعنی کتاب استاد. ببینید کتابو معرفه شد به سبب چی؟ به سبب الاستاذو که الف لام دارد، اضافه شد به چیزی الف لام دار، به اسمی که در اون ال هست. پس این شد معرفه. اکنون فهمیدید پنج چیز چی بوده است؟ معرفه بوده است. این پنج چیز معرفه می شود. خلاص. اکنون میگذاریم به نکیره. نکیره چی است؟ اکنون معرفه را شناختیم، نکیره چی است؟ میگه و نکیره تو کل اسم شائع فی جنسه
لا یختص به واحد دون آخر. میگه که نکیره کل اسم، هر اسم است که شایعین، اون اسم پهن شدگی باشد، شایع باشد، در فی جنسی، در جنس خودش، در جنس خودش شایع باشد، پهن شدگی باشد. لا یختص به واحد دون الاخره، یعنی بر اون اسم یک تاش مختص نمی شود، خاص نمی شود. دون الاخره که غیر دیگرش بگیم این دلالت به همین چیز میکند. مثلا مانندی مثلا رجل، رجل مرد، منم مرد هستم، تو هم مرد هستی و بسیار مرد هستند. وقتی ما رجل که میگیم، مرد میگیم، یعنی فقط من نیستم، یا فقط تو نیستی، یا فقط شما نیستید، همه همون مرد هستیم. یا زن میگیم، زن مثلا فقط یک خواهری من و تو نیست، یا که مثلا 10-20 زن نیست، همه جنس زنانه رو زن میگن. چندین عددهای بیشمار در این دنیا هست، همه اینها رو چی میگن؟ زن میگن. پس الان همین زن اسم شایع بوده است. یا مثلا اسب میگیم، فرسون، اسب، اسب اسم شایع است. همه اسبا چند قدر در خانه ما هم اسب باشه اسبای، در خانه شما هم باشه اسب باشد اسبای، این چی است؟ نکیره است. وقتی فرسون میگیم به الف لام، این چی است؟ نکیره است. اما میگه در دوامش ببینید چی میگه، و تقریبه، یعنی و نزدیک کردنش باز همین شناختن نکیره را میگه. میخوای نکیره را خوب بشناسی، پس و تقریبه و قریب گیرید میکنم، باز میگه باز نزدیکترت میکنم، میگه بفهم کل ما صلح دخول الالف واللام علیه، کل ما صلح دخول الالف واللام علیه، یعنی هر آن چیزی که صلح شایسته باشد، دخول الالف واللام علیه، داخل شدن الف لام در اون، هر چیزی که در اون الف لام داخل شده بتواند، اون را بگن اسم چی؟ نکیره. الف لام نداشته باشد، یعنی اگر بمونش قبول کند. مانند چی؟ الرجل الف لام دارد، الفرس الف لام دارد. الف لام شو بگیرید برادر. الرجل وجه چی ای؟ معرفه ای، برای الف لام دارد. در درس گذشته ما گفتیم که اسمی که ال داشته باشد معرفه می شود. اکنون بیا نکیرهش میکنیم، نامعینش میکنیم، میگیم که الرجل الف لام شو میگیریم، میگیم رجلون، شد نکیره. فرسون، الفرس یا اسب معین، وقتی که الف لام شو میگه میشه فرسون، اسب. اسب کی باشه؟ هر اسبی باشد. مثلا میگیم که بقرون، گو، هر گوی باشد. البقرو یا گوی معین معرفه شد. کتابون، هر کتابی باشد، معین نیست. الکتابو معین شد. دیدید؟ ان همین را میگن معرفه و نکیره. و این بود درس امروزه ما و شما، درس 18 از کتاب الاجرومیه. و در اینجا درس امروزه رو به پایان میرسونم. اما از باب توضیحات میخوام که یک کمی درباره اعراب که ما و شما صحبت کردیم، در همین عباره و نکیرة کل اسم شائع فی جنسه لا یختص به واحد دون الاخره، انا همینجا یک کم ترک شما را سوال بتیم که چی جواب میتید و خودم شاید جواب شو بگمتون. و نکیرة، ببینید، و نکیرة، نکیرة اسمی مرفوعی، اسم های مرفوع هفته میشد، هفته می بود. از اون هفته چی است؟ میتونیم که بگیم ان نکیرة فاعل هست؟ میتونیم؟ نه نمیتونیم. برای چی؟ برای پیش خودش فعل اومدگی نیست. مقتضی فاعل پیش خودش فعل میاد، بعد فعل اسم بیاد، اگر او را ما میتونیم که فاعل بگیم. پس ان نکیرة فاعل نبوده است. 6 تا دیگهش باقی مون. دقت دید برادران، 6 تا دیگهش یک تا یک علم تا حساب میکنید، دقت میتید، پس شما عربی خون درست میشوید. دوم مثال ده میگذاریم. آیا میشود که ان نکیرة را من نایب فاعل بگم؟ برای نایب فاعل مرفوع است کو؟ میتونم بگم؟ نه نمیشود. برای چی؟ به خاطر اینکه نایب فاعل پیش خودش باید فعل گذاشتگی باشد. اینجا فعل پیش خودش نگذاشته است. سوم مثال، سومش، آیا میتونم من این را مبتدا بگم؟ ان نکیرة مبتدا هست؟ میتونم؟ مبتدا پیش خودش یگان چیز گذاشتگی نباشه گفتیم. میتونم؟ بله میتونم. ان نکیرة مبتدا است. دیدید؟ انا میطور وقتی عباره را میخونید دقت چی است؟ ان نکیرة مبتدا است، خبرش در کجا است؟ خبرش بیاوید. برای مبتدا به خبر نمیشود. خبر گفته بودیم مفرد است و غیر مفرد است. اکنون اینجا در خبرش در کجا است؟
خبرش کلو. ببین مرفوع شد. برای چی مرفوع شد؟ برای خبر ای. و نکیرتو مبتدا ای، کلو خبر ای. کل اسمین، کلو با مضاف است و اسمین مضاف الیه هست. شائعین چی است؟ شائعین صفت اسم است. انمی طور دقت دید. فی جنسی، فی حرف جاره، جنسی اسم مجرور است. جنسی مضاف است، هی ضمیر مضاف الیه هست. اکنون دوامش ببینید. لا یختص به واحد دون آخره. لا خیلی حرفی نافیه. یختص چی ای؟ یختص فعل مضارع ای. فعل مضارع دقت دید. پیش ای فعل مضارع اگر 10 چیز بگذره گفتیم فعل مضارع را ما منصوب میخونیم. همون 10 چیز هست ای؟ ان، لن، اذن، کای و لام کای هست ای همون ها؟ نه. پس اینجا فعل مضارع ما نمیتونیم یختص بگیم برای اون 10 چیز نیست. آیا میتونیم که لم یختص ساکن قطعی بگیم؟ نه. برای چی؟ به خاطر اینکه جازمه هم پیش خودش نگذاشته. لم، لما و لام الامر و لا فی النهی اینها همچنین نگذاشته است. 18 تا که جازمه بود. پس اون 10 تا نباشد، اون 18 تا که نباشد فعل مضارع مرفوع می شود. پس لا یختصو فعل مضارع مرفوع شد. دیدید؟ انا تطبیق میکنید کلمه به کلمه. بی حرف جاره، هی اسم مجرور، جار مجرور متعلق به یختصو. واحدون چی است؟ برای چی مرفوع است؟ دقت دید. واحدون برای چی مرفوع است؟ میتونم که فاعلش بگم؟ بله. برای چی؟ برای یختصو فعل گذشت. یختصو شد، واحدون بعدش اومد. پس معلوم شد که واحدون این فاعل بوده است. لا یختص به واحدون چی است؟ فاعل است. دونه ظرف است. آخره این مضاف الیه هست که اینها را بعدا ان شاء الله میخونیمش. و تقریبه درس من طولانی بد شد. خلاص ان شاء الله کفایت میکند. امروزش ده همین قدر مثال های آورده امون. هر درس اگر که درس من زمانش کم باشد همین طور عباره های آخری درس را کم ترک گفتگو میکنیم تا اینکه ببینیم که چقدر از معلومات های گذشته در ذهن شما ماندگی باشد. یا کسی که بتونید پس و تقریبه کل ما صالح دخول الالف واللام علیه نحو الرجل والفرسی همین ها را بگید که برای چی و تقریبه گفتیم، کلو گفتیم، صالحه گفتیم، دخولو گفتیم. برای چی؟ الالفی برای چی شد؟ واللامی برای چی شد؟ علیه نحو برای چی شد؟ الرجلی برای چی آخرش کسره گرفت؟ والفرسی برای چی آخرش کسره گرفت؟ اینها را شما خودتان بگید و تکرار کنید تا اینکه این مسئله دا قوی شوید. این بود درسی 18 ما و شما از کتاب الاجرومیه و تقریبا 5 دقیقه آخرش رو به این چیز صرف کردیم تا اینکه بیدار شوید. کسانی که در حقیقت نحو خوانده ایستادید بیدار شوید که یعنی نحو چی، یعنی چی فایده میداده است اکنون نحو برای ما. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.